پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت دیگر فرمودند که لله اشد فرحا بتوبه احدکم من احدکم بضالته اذا وجدها. پروردگار بچنان خوشحال و خرسند می شده است با توبه کردن یک کدام شما. وقتی شما توبه میکنه خداوند بچنان خرسند می شده است که جناب پیغمبر مثال آوردن، گفتن مثل یک انسانی که یک گم شده ش پیدا کرده بود، یک چیزی که گمش کرده بود در جست و جوش بود میکافتش، وقتی پیداش کنه چقدر خرسند می شود. پروردگار این چنین از توبه شما خرسند می شده، این چنین خوشحال می شده. حتی در روایت دیگر جناب پیغمبر وقتی بنده مؤمن توبه میکنه به خدا رو میاره، میگه خداوند بچنان خرسند می شده مثل شخصیتی که در یک صحرا و چول رفته بود، در یک سایه درخت پایان شد، دم میگرفت، ناگاه خوابش برد، از خواب بیدار شد، دید که اون اشتری که یعنی خوراکش بود و یعنی آبهاش بودن، اون شتر همراهی خوراکهاش نیستن، خسته رفته، یعنی شتر نابود است. میخیزه هر سو جستجو میکنه، شترش پیدا نمیکنه. این شخصیت میگه انیق میکنه، به خلاصه میگه که انیق میکنه که اکنون مردن من انیق شد. در این صحرا، در این چول، از یک جانب بی خوراکگی، بی آبی، انیق من تشنگی و گرسنگی را هلاک میشم و میمرم. این انسان میگه ناامید میشوه، سرش خم چنان غمگین در فکر فرو رفتگی است، ناگاه میگه سرش میبرداره، نگاه میکنه که اشترش همراهی یعنی آب و خوراکش در نزدش ایستاده است. این شخصیت بچنان خرسند می شده است که از حد زیاد خرسند شدن خودش گم میکرده است. میگفت از ای پروردگار تو بنده من هستی و من خدای تو هستم. یعنی از سراسیمگی از خود گم کردن یعنی برعکس میگفته است. دیگه میگفته ای پروردگار بجای بگه که تو خدای من هستی من بنده تو هستم، از خرسندی و خودش گم کردن این شخصیت میگفته ای پروردگار تو بنده من هستی و من خدای تو هستم. بچنان خرسند میشده. یعنی رب العالمین هم با توبه کردن من و شما از این زیادتر خرسند میشده. وقتی بنده نزد او توبه میکرده رو به او میآورده. یعنی برادران عزیز و بزرگوار، برای ما و شما توبه لازم است. در هر عمل، در هر لحظه توبه لازم است. ما باید رو به خدا بیاریم، باید نزد خداوند توبه داشته باشیم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت دیگر گفتن که کل ابن آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون. گفتن تمام فرزند انسان خطاکار است، تمام انسان خطا میکنه، گناه میکنه، اما بهترین خطا کننده ها، بهترین گناه کننده ها همون شخصیت هایی هستند که بعد از گناه در حال توبه میکنند. همون شخصیت هایی هستند که بعد از گناه پشیمان میشوند. پشیمان شدن از گناه خودش توبه است. برادران عزیز، پیغمبر بزرگوار گفتن ان ندم و توبتون، پشیمانی از گناه خودش توبه هست. باید انسان بعد از گناه در حال از گناه پشیمان شود، رو به خدا بیاره، باید توبه داشته باشه. در جای دیگر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتن ان الله عز وجل یقبل توبه العبد ما لم یغرغر. گفتن رب العالمین قبول میکنه توبه بندشه تا اون لحظه ای که جانش در غرغره نآمده است، یعنی جانش در حلقومش نآمده است، جانش از بدن بیرون نشده است، تا همون لحظه را اگر انسان توبه کنه خداوند توبهش قبول میکنه. در روایت دیگر حدیث قدسی بده رب العالمین یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنهار و انا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لكم. رب العالمین گفته است که ای بنده های من، شما شب و روز خطا میکنه، گناه میکنه، من که گناه بخشنده هستم، به سوی من رو بیاره، توبه کنه تا اینکه من گناه های شما را ببخشم. یعنی که گناه در خودتون دوام نده، گناه برای خودتون یعنی دائمی و همیشگی نکنه.